اون چیه؟ باور نکردنیه. اینجا باید همون جایی باشه که پریا رو توش زندونی کرده بودن. میگن یه زمانی اونا در میون ما به عنوان خدایان زندگی میکردن و پلی بودن بین طبیعت و انسان. ولی با گذشت زمان قدرت اونا ترس به دل ما انداخت. انسان و پری با هم در جنگ بودن. اونا رو به یه مقبره در اعماق زمین تبعید کردن، با دری بزرگ و جوش داده شده که مانع از برگشتشون از همونجا که وارد می شدن بود. قرنها به سمت سطح زمین چنگ می زدن تا فهمیدن بالهاشون و افسونشون رو از دست دادن و هیچ وقت نمیتونن از این جنگل بیرون برن. باید راهمون رو ادامه بدیم.